از گروه‌های موسیقی نواحی مختلف ایران عزیز هم دعوت می‌کنیم. اگه یادتون باشه گروه موسیقی گیلان و آذری بود. دیگه چی بود بچه‌ها؟ من یادم نیست. اگر همینا بودن، آره 2 تا گروه بودن که اومدن خدمتتون برنامه اجرا کردن. اما حالا گروه موسیقی خراسان شمالی در خدمتتون هستیم. آقا سلام، روزتون بخیر باشه. و آقای مهربان، سلامت باشید. خیلی ممنون. با سلام و عرض و ادب، میلاد با سعادت امام جعفر صادق و روز انتخابات حماسه سیاسی به تمام ملت ایران تبریک میگم. بنده محمد ولی مهربان و همکار عزیزم آقای موسی صحرا روشن و 2 تا از همکاران عزیز که پشت صحنه هستن، آقای محمد ابراهیم نژاد و آقای کیوان میرزازاده هستن که بعد از ما برنامه دارن و با اون تار زیباشون بنوازن. بله انشالله. آقا شما اگه میخواین سلامی عرض باید میکروفون داشته باشن و بفرمایید. آقا خدمت شما. با سلام، منم خیر و مقدم خدمت شما، عرض و ادب. عرض کنم خدمت شما، منم میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام به شما تبریک میگم و حضور غیرتمندانه مردم ایران در انتخابات رو ما در خدمتتون هستیم. خواهش با خدمت از ماست. عرض کنم خدمتتون که گروه در واقع موسیقی خراسان شمالی، این شما در واقع هم کرمانش هستین دیگه، درسته؟ گروه موسیقی کرمانش هستش. این گروه موسیقی کرمانش با نواحی دیگر خراسان تفاوت میکنه دیگه، درسته؟ بله، عرضم حضورت که خراسان رضوی با خراسان جنوبی، خراسان رضوی با شمالی تقریبا سازمون با هم یکیه. بله. با همین ساز مولودی ما لباساشون هم متفاوته؟ لباسمون یکیه، فقط خراسان جنوبی فرق میکنه. لباساشون هم سازاشون فرق میکنه هم لباساشون. زبانشون هم فارس زبانن، تقریبا تات زبانن. ما کرمانج، اونا تاتن. بسیار عالی، بسیار عالی. بله بسیار عالی. آقا امروز برای ما چی آوردین؟ ما با نوای صدای قشمه یه سرمقامی میگیریم، بعد آهنگ شاد رو در خدمت شما هستیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید قربان. خواهش می‌کنم.
بسیار عالی آقا، چه نفسی آقای مهراب. آقای مهراب این ساز من تا حالا ندیده بودم، اسمش یه بار دیگه میشه بگی؟ اسم این ساز ما میگیم قشمه به زبان کرمانجی. و این مخصوص ناحیه شماست؟ مخصوص ناحیه خراسان شمالی. بسیار عالی واقعا. این ساز ما دیده بودیم حالا در بله دولو دیدیم، اما اونو من تا حالا ندیدم. چه صدایی هم ازش در میاد با این جثه کوچیکه. این استخوان از پر دال یا قراخوش بله و دورنا، شابالش البته درسته. شبیه ساز جنوبی بود. حالا جاها ساز جنوبی نیمویه چون بله نه صداش تقریبا شبیه بوده. بسیار عالی. از بیننده خدمت عرض کنم که قسمت دوم اجرای این گروه نازنین و مهربان خراسان شمالی رو انشالله تا لحظاتی دیگر تقدیم شما خواهیم کرد، اما در این لحظه میریم شبکه ایرانیان خدمت فرباد شکرایی عزیز و پژمان کریمی. استودیوی ایرانیان. بله استودیوی ایرانیان گفتم شبکه شبکه جام جهانی میریم استودیوی ایرانیان. بفرمایید. بسیار عالی. خیلی ممنونم از پدرام کریمی برادر جناب آقای پژمان کریمی که در آلاچیق در شبکه آلاچیق اونجا تشریف دارن و با گروه های موسیقی گپ و گفت میکنن. یه چند تا ایمیل اومده پژمان عزیز که من خیلی کوتاه و خیلی سریع این ایمیل ها رو بخونم و برسیم به مهمانان. از انگلیس که از دوستان عزیزی برمان ایمیل فرستادن با سلام روزتون بخیر. ما در انگلستان زندگی میکنیم، دلمان میخواهد که برویم رای بدهیم اما تا حالا نتوانستیم ستاد انتخاباتی را در منچستر پیدا کنیم. در لندن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. حالا همون گفتن که کاش میشد اطلاعات صندوق‌های خارج از کشور را زیرنویس کنید. خانم مریم از انگلیس. ما یک ارتباط مستقیم با انگلیس خواهیم داشت و همونجا انشالله دوست عزیزی که باشون صحبت میکنیم پاسخ شما رو هم میدن که شما هم بتونید راحت این صندوق رو انتخاب کنید. خانم تینا هم